آخرای تابستون سال 1366 بود که توی یکی از شهرهای تهران پسری به اسم امیر حسین که توی یه خانواده 4 نفره برای اولین بار چشاشو باز کرد. اون کنار پدر مادرش و 2 خواهر بزرگترش زندگی میکرد. امیر حسین پسری بود که از بچگی برای خانواده‌اش کارگری میکرد و کودکی معصوم و مظلوم بود. توی این خانواده‌ای که امیر حسین توش زندگی میکرد، مادرش و 2 خواهرش عاشق آواز خوندن و رقصیدن بودن و هر روز توی خونه‌شون رقص و شادی برپا بود. و پدرش هم علاقه بسیار زیادی که به فوتبال داشت باعث شده بود به همین دلیل اونم عاشق آواز خوندن و فوتبال بشه. ولی اوضاع اونجوری که باید پیش میرفت نرفت. پدر امیر حسین به دلیل اعتیاد و نداشتن یه شغل خوب مجبور شد از خانواده جدا بشه و باعث میشه که امیر حسین و خانواده‌اش توی فقر زندگی کنند و مجبور بشن به رشت نقل مکان کنند. وقتی که امیر حسین هنوز یه بچه کوچیک بود، مادرش برای اینکه بتونه از خانواده مراقبت کنه، هر روز توی خونه مردم کارگری میکرد تا بتونه شکم بچه‌هاشو سیر کنه. و کمی بعد امیر حسین برای کمک به مادرش و خانواده‌اش مدتی توی کارگاه نجاری و سپس توی سوپرمارکت مشغول به کار شد. و به دلایلی هم تحصیلاتش رو تا دیپلم ریاضی بیشتر ادامه نداد. اون کنار همه این مشکلات هر روز به رویاهاش فکر میکرد. اون دوست داشت که یه روزی یه فوتبالیست معروفی بشه تا بتونه خانواده‌اش رو از این فقر نجات بده. ولی علاقه بسیار زیادی که به ساخت موسیقی داشت باعث شد که قید فوتبال رو بزنه و به طور حرفه‌ای بره سراغ ساخت موسیقی. امیر حسین موسیقی و خوانندگی رو برای اولین بار از سن 16 سالگی تو اوایل سال 1382 تو سبک پاپ آغاز کرد و به واسطه و وبلاگی که رفیقش صمیمیش درست کرده بود منتشرش کرد. امیر حسین به ساخت موسیقی ادامه داد و تو سال 1388 تو سن 22 سالگی آهنگی به نام ایران سبز با حمایت از امیر حسین موسوی منتشر کرد و تو اون آهنگ از مردم و طرفدارانش خواست که به او رأی بدن. و بعدها امیر حسین بعد از اینکه کمی بین مردم شناخته شده بود، تصمیم میگیره به دبی سفر کنه و اونجا چند ماه زیر نظر شخصی به نام شاهرخ سالار به کارش ادامه داد. اما به دلایلی و مشکلات خاصی دوباره به ایران برگشت. و تو سال 1390 اولین آلبومش رو به نام زیر همکف منتشر کرد که دارای 9 تا آهنگ بود. و بعد از اون آلبوم دیگه‌ای به اسم تتلیتی رو توی سال 1392 که شامل 15 تا آهنگ بود منتشرش کرد. و بعدها تو این مسیر با شخصی به نام حسین توحی آشنا شد و با هم تصمیم گرفتن گروه TNT رو ایجاد کنن که آشنایی و دوستی اونا مدت زمان کمی بود. ولی همین آشنایی باعث شد شهرت اونا زیاد بشه و بعد از جدایی از هم تتلو هم به صورت تنها به کارش ادامه داد. امیر با آهنگای فوق‌العاده‌ای که درست می‌کرد روز به روز توی دل مردم جا می‌شد و آهنگاش هم یکی از یکی بهتر بود و هر روز به محبوبیت خاصی می‌رسید. اون با آدمای معروف کار کرد، آهنگای زیادی هم ساخت، ولی هر جا که می‌رفت حاشیه‌ای هم همراهش بود و حتی چند بارم به دلایلی به زندان رفت. ولی امیر هر باری که آزاد می‌شد با روحیه قوی دوباره به کارش ادامه می‌داد. و بعدها با محبوبیت‌های زیادی که به دست آورده بود یه آهنگی هم واسه تیم ملی فوتبال توی جام جهانی 2014 برزیل خوند. کمی گذشت و امیر حسین مجبور شده بود از کشور خارج بشه و به جاهای دیگه‌ای سفر کنه. اول به گرجستان رفت و بعد به ترکیه و این سفرها باعث شدن که اون روز به روز توی دل طرفدارها جا بشه و با کنسرت‌های زیادی که توی ترکیه برگزار کرد و حتی با یک کنسرت دیگه‌ای که توی یکی از شهرهای آلمان انجام داد تونست بترکونه و همه مردم ایران بشناسنش. امیر تتلو توی زندگی شخصیش با افراد زیادی وارد رابطه شد، مثل سحر قریشی و دنیا جهانبخت که با رابطه‌هایی که انجام میداد حاشیه‌های زیادی رو هم همراه خودشون داشتن. و بعدها که به طور کامل از ایران رفت و توی ترکیه مستقر شد، یکی از کارهای عجیبش این بود که کل بدنش رو تتو کرد. طبق گفته خودش هر کدوم از این خالکوبی‌ها براش معنی خاصی داشتن و همین تتوها تبدیل به جزوی از هویتش شد و کلی به افزایش محبوبیتش کمک کرد. تو سال 1402 بود که امیر تتلو از خودش یه ویدیو توی فرودگاه ترکیه منتشر کرد که گفت میخواد دوباره به ایران برگرده. و بعد به محض اینکه وارد ایران شد همون لحظه دستگیرش کردن که تا همین امروز هم بازداشت هستش. و طرفدارهای امیر به این باورند که روزی اون آزاد میشه و دوباره با آهنگای خفنی که میسازه همه جا رو میترکونه. امیر تتلو بهمون یاد داد که هر چقدر زندگی بهمون سخت گرفت دست از تلاش کردن بر نداریم و به هر قیمتی رویایی که تو ذهنمونه رو به دست بیاریم.
امیدوارم که از این انیمیشن لذت برده باشید. اگه طرفدار امیر تتلو هستی به خاطر اونم که شده ازمون حمایت کن. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، کامنت بذارید و با معرفی کردن ما به دوستانتون ازمون حمایت کنید. ممنون که تا آخرین ویدیو با من همراه بودین. تا یه انیمیشن دیگه، خدا نگهدار.